گرفتن روز بین المللی کودکان افادهگر آن است که آینده کشور را از دستی آنها می‌دانیم. زین لحاظ بحر شایسته و در سطح بلند عمومی تجلیل نمودن روز کودکان در تمام قلمرو کشور چاره‌بینی‌ها وسعت تازه دارند. با افتخار روز کودکان در قصر فرهنگ ناحیه شغنان با تشبث مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه چاره‌بینی برگزار گردید. کودکان با چهره‌های بالیده و طبع سرشار از فرح و شادی در ایدگاه جمع آمده پیش از آغاز چاره‌بینی دسترنج کودکان و نورسان و خوانندگانی که در المپیادهای جمهوری شرکت ورزیدند به معرض گذاشته شد. یکم ایون به عنوان روز بین المللی کودکان جشن گرفته می شود. سال 1925 در ژنو یکم ایون همچنین روز کودکان مقرر گردیده، اما بعضی کشورها 20 نوامبر روز اعلامیه حقوق کودکان و پیمان بین المللی حقوق کودکان را همچنین روز عمومی کودکان جشن میگیرند. ما کودکان خوشحالی دوران استقلال هستیم و در وطن آباد و زیبا زندگی داریم و من امروز میخواهم تمام کودکان و والدان آنها را به روز یکم ایون یعنی روز کودکان تبریک نمایم، چنان که پیشوای ملت در یکی از سخنرانی‌های خود چنین قید نموده بودند: کودکان آینده آسوده و آبادی هر یک ملت، ثروت بی‌بهای هر یک عائله، جامعه و دولت به شمار می روند، زیرا به دنیا آمدن طفل در هر یک عائله خوشبختی و اقبال نیک می آورد و چون زنگوله ادامه حیات صدا می دهد. رئیس ناحیه شغنان جمعه‌زاده جمعه شافقیر از نمایشگاه دیده نموده در قصر فرهنگ کودکان را با افتخار این صحنه فرخنده شادباش گفت. قید گردید که کودکان آینده هر دولت و ملت هستند. محافظت هرچی بیشتر منفعت کودکان و احترامی که کل حقوق و آزادی‌های آنها یکی از مسائل مبرمترین جامعه امروزه به شمار می‌رود. امروز حکومت جمهوری تاجیکستان با قرار سازمان ملل متحد که هدف اساسی آن حمایت نمودن حقوق کودکان از استثمار اقتصادی اجرای همگونه کاری که با معلوماتگیری آنها مانع شده به سلامتی انکشاف جسمانی، فکری، معنوی، اخلاقی و اجتماعی آنها زیان می آورد اعتراف نموده در پرتو آن عمل می کند. زیرا کودکان آینده ما هستند و نیروی هر یک دولت کوچک و ابرقدرت به دانش و فهمش آنها وابسته است. از نام رئیس ناحیه شغنان به برخی از کودکانی که در آزمون‌های ولایتی و جمهوریوی فعالانه شرکت می‌ورزند افتخارنامه‌ها تقدیم گردیدند. دوران کودکی لحظه شیرین و گوارا و خاطرما میباشد. در این دوران ایشان را خوب تعلیم و تربیت دادن لازم است. زین روی حکومت مملکت به خصوص اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به کودکان توجه بی اندازه داده بر آنها شرایط‌های لازمی را فراهم آورد. کودکان در زمانی زندگی میکنند که وحدت ملی فرما بوده، آنها هر یک لحظه وقت را به آموختن علم و دانش و با شادی و نشاط میگذرانند. کودکان از چنین دولت وعده سرا افتخار بی اندازه داشته کوشش برها مینمایند که بیشتر علم و دانش را آموزند و بهر این سرزمین بی اشتباه خدمت نمایند. سال 3 سال است که من در مؤسسه دولتی مرکز تحصیلات علاوگی رقم 1 ناحیه شغنان در محفل خوانش بدیعی تحصیل نموده ایستادم. امسال خوشبختانه در آزمون فروغ صبح دانایی از راه نمینه پنجم یعنی ایجاد نظم و نثر شاعری اشتراک می‌ورزم و من در آزمون جماعتی سزاوار جای اول گردیده و آزمون ناحیوی راحت پیدا نمودم. من کوشش به خرج می‌دهم که در آزمون ناحیوی و در آزمون ولایتی نیز سزاوار جای اول گشته در آزمون جمهوریوی با سری بلند اشتراک نمایم و نام ولایت، نام والدان، نام مؤسسه و نام ناحیه من را در عرصه جمهوری بلند بردارم. به خاطر گرامی داشته روز کودکان با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه شغنان برای زیاده از 30 نفر کودکان خانه ایدانه گسترده شده. رئیس ناحیه با آنها صحبت آشکارا دایر نمود. سریا عبدالخالقова سرمتخصص کمیسیه حفظ حقوق کودک ناحیه شغنان ابراز داشت که کودکان امروزه در فضای صلح و ثبات عمر به سر برده از برکت وحدت و استقلالیت از کل شرایط‌های مهیا بهره ور هستند.
همساله 1 ایون چون روز جهانی کودکان قید کرده می شد و از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی نوای شغنون این روز در نوای شغنون نیز روز کودک قید کرده می شود و از فرصت مناسب استفاده برده تمام کودکان دنیا در سیمای آنها کودکان جمهوری تاجیکستان را با این روز فیروزشان تبریک و تهنیت گفته پیش از اما برای همه کودکان سلامتی، آسمان صاف و بی‌غبار، صلح و وحدت و در آینده برایشان بردباری‌های زیاد تمنا می‌نمایند. در فرجام چوره‌بینی تنتنوی از طرف کودکان برنامه رنگین کنسرتی به مرز گذاشته شده، اطفال در فضای عیدانه رقص و شادی نمودند.